اگر تو بفهمی که الله مراقبت است، تو سر یک مسلمان رشخند میزنی، سر کس رشخند میزنی. الله مراقبت است. اگر او قدش پخش است، کسایی که کلمه قدو استعمال میکنن، اگر در روز قیامت در پایای از قدو نفتاد در پل صراط و برش نگفت که پایای تا مارچ میکنه مرا ببخش، این کلمات آدم گفته نمیدونه. یک قدو هست، یک همک قدش بخش است. او را خالق متعال به خاطر امتحان ما و دور او قسم خلق کرده. او را در روز قیامت عزت میده و ما تو را با می قد بلند ما ذلیل میسازه. قصد سیاه چیره هست. اگه بفهمی که ذات رقیب تو را مراقبت است، لفظ تو نشته میشه، الله در روز قیامت پرسانت کنه بگیره من سیاه خلق کرده بودم یا تو؟ سر رسم که خنده میکنی، سر کی خنده کردی؟ سر رسام. یکی از نامهای الله المصور، تصویر کننده است. از این خاطر کسایی که زیاد بشه تصویر میگرده خیست نید یا در روز قیامت عذاب سخت دارن. احتیاط کنید حتی در عکس گرفتن. علما در این بسیار جنجال داره. اگر کس تو را دشنام داد، بان که ذات رقیب او را ببینه، اما تو دشنام ندی. در یک مجلس بود، یک کسی یک صحابی مبارک بدگویی میکرد. او صحابی آرام بود، آرام. رسول الله هم سرشان سایل داشت. یک دفعه صحابی اعصابش خراب شد، او هم گپ از ورا جواب گفت. رسول الله هم از پیش از مجلسشان برآمد. گفت رسول الله هم عمر بدگویی میکرد، تو هیچ چیز نگفتی؟ البته که یک دو کلمه گفتم رفتی. گفت تا وقتی که او تو را بد میگفت، از تو ملائکه الله دفاع میکرد. وقتی که تو شروع کردی، شیطان آمد، ملائکه رفت از پیش. من در مجلسی که شیطان باشه، در اون مجلس من اشتراک بگذارین. دعوا برای کسایی که از ذات رقیب بیخبر هستند. رشخندی را بارین بر از اونا، مسخرگی را بارین بر از اونا، نافرمانی الله را بارین بر از اونا، احساد شدن بر کفار را بارین بر از اونا. بارین که ذات رقیب اونا را ببینید. مثلا یک در روز قیامت فقط همی عقیده باشه.